تربیت درست سختگیرانه است، آسانگیرانه است یا حد وسط این دوتا؟ شما چی فکر میکنید؟ طور کلی روش‌های تربیتی به دو دسته سختگیرانه و آسانگیرانه تقسیم میشه. روش سختگیرانه باز خودش به دو قسمت تقسیم میشه، شامل تربیت مستبدانه و مسئولانه هست. در تربیت استبدادی توقع از بچه بالاست، پذیرش بچه پایینه. در تربیت مسئولانه توقع بالا هست، پذیرش هم بالا هست. منظور از پذیرش عشق بدون قید و شرط یا توجه مثبت نامشروط هست. تربیت آسانگیرانه باز خودش به دو بخش تقسیم میشه، محبت افراطی یا خانواده هرج و مرج. در تربیت محبت افراطی توقع پایینه، پذیرش بالا هستش. در خانواده هرج و مرج توقع پایینه، پذیرش هم پایینه و بهترین نوع اینها همون تربیت مسئولانه است که در واقع جزو سختگیرانه ها حساب میشه. توقع از بچه بالاست و پذیرش بچه بالا هستش. در این خانواده هست که بچه های شاد و سربلند و خلاق به وجود میاد. البته توقع از بچه باید متناسب با سن عقلانی و هیجانی بچه باشه. شاد و سربلند باشید. بدرود.